مورد اول، بیدار شدن قبل از دنیا. وقتی دنیا هنوز خوابه، من بیدارم. هیچ صدایی نیست، هیچ آشفتگی نیست، فقط خودمم و خودم. این تنها زمانیه که میتونم با خودم خلوت کنم، فکر میکنم و آماده میشم. با هر طلوع آفتاب انتخاب میکنم که برای خودم حاضر باشم. مورد دوم، مرتب کردن تختم. این کار فقط برای تمیزی نیست، برای ایجاد حرکت و انگیزه است. وقتی اولین نبرد روزو میبری، بقیه روزا هم فوق‌العاده قوی‌تر پیش میری. مورد سوم، دوش آب سرد. جنگی که به راحتی آب خوردن تو 30 ثانیه میبرم. اگه بتونم اینو ببرم، هر چیزی رو میتونم ببرم. مورد چهارم، پیاده روی روزانه بدون موبایلم، بدون هیچ حواس پرتی، فقط صدای قدم ها و افکارم. اونجاست که بهترین ایده ها به دنیا میاد. مورد پنجم، 1 ساعت عمیق کار کردن، بدون هیچ تلفن و فضای مجازی، بدون هیچ بهونه‌ای، فقط تمرکز و بهره‌وری واقعی. مورد ششم، وزنه‌برداری سنگین. هر تکرار عضله میسازه و هر فشار شخصیه. قوی کردن بدنم ذهنمو هم تیزتر میکنه. مورد هفتم، خوردن آب جوری که انگار ابرقدرت منه، چون هست. مورد هشتم، خوندن روزانه 10 صفحه کتاب. تغذیه ذهنم با کلماتی که منو به جلو هل میدن، نه عقب. آشفتگی کمتر مساوی با رشد بیشتر. مورد نهم، ژورنال نوشتن. آینه یه برای افکارم. بعضی موقع شفافه، بعضی موقع آشفته است، اما همیشه صادقانه است. مورد دهم، روزانه دادن یک قول و نگه داشتنش. هر قولی که نگه میدارم آجریه تو قلعه اعتماد به نفسم. مورد 11، 1 ساعت اول روز بدون صفحه نمایش. ذهن من یه معبده. قبل از اینکه دنیا بهش هجوم بیاره، از دروازه‌هاش محافظت میکنم. مورد 12، پیگیری زمانم. نه برای بی‌نقص بودن، بلکه برای آگاهی. دنبال نشریه زمانم میگردم قبل از اینکه زندگیمو ازم بدزدن. چون بیشتر آدما حتی نمیدونن زمانشون کجا هدر میره. مورد 13، گفتن نه به دفعات زیاد. انرژیمو من باید حفظ کنم. هر نهی به معنی یه آره به اولویت‌های منه. ولی نه برای بی‌ادبی، بلکه برای محافظت از خودم و اولویتام. مورد 14، سکوت هر شب. دنیا پر از سر و صداه. درمان من به سکوت نیاز داره. بدون هیچ موسیقی، بدون محتوایی، فقط من و افکارم. جایی که درمان واقعی شروع میشه. مورد 15، حرکت روزانه. انرژی با حرکت رشد میکنه. حتی وقتی خستم حرکت میکنم. حرکت سکوتو میکشه. مورد 16، تغذیه سالم. غذا سوخت بدنه و سوخت ناسالم سفر رو کند میکنه و نه برای سیکس پک، بلکه برای انرژی، تمرکز و قدرت ذهنی. به تغذیه سالم قطعا احتیاج پیدا میکنی. مورد 17، تمیز نگه داشتن محیط. آشوب بیرون مساویه با آشوب درون. محیط اطرافم ذهنمو نشون میده و من نظم رو انتخاب میکنم، نه آشفتگی. مورد 18، هر شب نوشتن اسم موفقیت. چون مهم نیست چقدر کوچیک باشن، بیشتر پیشرفته، حتی اگه فقط این باشه که امروز تسلیم نشدم. مورد 19، حرف زدن با خودم با عشق و احترام. دنیا به اندازه کافی سخته. من دیگه دشمن خودم نمیشم، چون اگه من پشت خودم نباشم کی هست؟ مورد 20، هر روز به خودم یادآوری میکنم که هیچ کس قرار نیست بیاد. من قهرمان زندگی خودمم. خودم برنامه نجاتم هستم. اینا فقط چند تا عادت ساده نیستن، جنگاییه که هر روز میبرم. کم کم منو ساختم. بعضی وقتا هم با کلی سختی و درد آروم آروم پیش رفتم، روز به روز، مثل گذاشتن آجر رو آجر. هیچ وقت بحث یه انگیزه لحظه یا هیجان کوتاه نبود. قضیه تکرار بود. جان کردن بردهای کوچیک و ساختن یه نسخه جدید از خودم. چون بزرگترین تغییرهای زندگی بی سر و صدا اتفاق میافتن وقتی هیچ کس حتی حواسش بهت نیست. هر کسی به اینجا نمیرسه، ولی اگه تا اینجا اومدی و حرفامو میشنوی، میخوام بهت تبریک بگم و تو میتونی. خفن ترین آدمی هستی که تا حالا دیدم. راستی اینم ویدیو اول منه و خیلی خوشحال میشم که ازم با لایک و حمایت کردن، دنبال کردن کانالم و بقیه چیزا حمایت کنی. مرسی از همراهیت و خداحافظ.